آقا من نمیدونم چرا بعضی از مردم اینجوری تا یه چیزی گرون میشه هجوم میبرن میخرن میارن، هیچ نمیگن آقا این مثلا دیروز 10,000 بود امروز شده 50,000، فردا میشه 100,000، اینا بازم میرن میخرن. ولی وقتش کاری که میفته ما تاسیساتی ها میخوایم براشون یه کاری کنیم، مثلا میگیم 2 تومن 1 تومن 3 تومن، آقا کار میبره. طرف میگه آقا میای 2 ساعت 3 ساعت کار میکنی، مگه چی کار کردی؟ داداش بابا یارو با خودش 30-40 میلیون ابزار میاره، ترانسوش میاره، سنگ فرز میاره، خدای نکرده پلیسه میره تو چشش. یه دونه پلیسه الان تو فارابی داداش گلم 2 میلیون هزینه داره تا بری اون پلیسه رو از چشت در بیاری. یا خدا پدرشو حفظ کنه. خدا ببین چی بگم، همین دکتر عسکری خیلی هم مسخرش میکنن تو همین نسیم شهر، به خدا ما میریم پیشش بازم از ما پایین میگیره. بابا نکنید، به تأسیساتی ها احترام بذارید. طرف که میاد به شما ارزش قائل میشه، میگه آقا این 3 تومن هزینه شه تو 2 تومن بده، عوض اینکه شما برگردی براش بگی دست درد نکنه میگه چه خبره. یا طرف میخواد تو ارتفاع برات تابلو نصب کنه، یا 3 تا پروژکتور برات نصب کنه، یه نورافکنی برات بیاد ایجاد کنه، برمیگرده طرف مثلا به ارزش قائل میشه. من خودم مثلا به اینجا همسایم یا رفیقم یا آشنام ارزش قائل میشم، میگم آقا تو اینقدر بده. طرف میگه چه خبره، فلانی اومده مثلا 500 خواسته، الان یه ماه خب آقای ایکس فلانی ازت 500 خواسته چرا نمیری؟ هی چرا میری میای به من میگه بیا اینا رو برام نصب کن. آقا منت نذارید. تأسیساتی جماعت به خدا دارن با جونشون بازی میکنن. خدای نکرده از اون بالای 3-4 متری 2 متری بیفته پایین پاش بشکنه، تو میخوای خرج خانواده‌شو بدی؟ آقایون با تأسیسات جماعت خوب برخورد کنید، بذارید کارتونم به خوبی پیش بره، خیرشو ببینید. عزت زیاد.